بهار امسال در تاجیکستان طولانی و سردتر آمد. اما روزهای اخیر گرمای هوا به شدت بالا رفت و حرارت سنج مرز 35 را عبور کرد. ساکنان تاجیکستان یک باره بلند شدن حرارت هوا را به سختی پشت سر می کنند. در جنوبی شهر دوشنبه خیلی بود هوا گرم، از حساب گرمی بود موی سرم رو کم کردیم. اینم موی سرم رو کم کردیم. ترمو سند سال برفتگی البته واجبی میکنه هوا. گشتن واجبی میکنه، شیشتن خیستن واجبی با سند سال البته واجبی است. گرمی دو طاقت نداریم. متخصصان کمیته حالتهای اضطراری مشورت می‌دهند که ساکنان گشت و گذار را در هوای گرم کمتر کنند، لباسهای سبک و کلاه بپوشند. با آنها همچنین مشورت شده است که از کار سخت جسمانی خودداری کنند و بیشتر آب بنوشند. متخصصان استعمال نوشاکی‌های اسپریتی را در طول روز توصیه نمی‌دهند و می‌گویند که غذاها نیز باید بازنگری شوند. در این روزها با گفته آنها استعمال شوربا، ماهی و مرغ تأثیر گرما را کمتر می‌کند. استعمال هرچی بیشتری میوه و سبزیجات به منفعت خواهد بود. آنهایی که می‌خواهند در این روزها از شهر بیرون روند باید احتیاطکار باشند، به ویژه هنگام آببازی و سیاحت در کوه‌ها. ضمناً راه‌های کوهی نیز از خطر امن نیستند. در نتیجه آبشوی برف و پیریخ‌ها سطح آب در دریاها بلند می شود و خطر ریزش سیل و سنگ و فرآمدن یخ را زیاد می کند. از این خاطر کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به ساکنان و مهمانان کشور توصیه می دهد که در این روزها خیلی احتیاطکار باشند. طبق پیشگویی هواشناسان حرارت هوا در تاجیکستان چند روز دیگر بلند باقی می ماند و بعداً تدریجاً پایان می رود، اما تنها برای یک مدت، زیرا تابستان در این کشور آفتابی فرا می رسد و حرارت بلند هوا در این فصل معمولی است. امسال برای ساکنان تاجیکستان به مراتب مشکل تر خواهد بود، زیرا آغاز ماه شریف رمضان بر روزهای گرم آخری مای راست می آید.